خب اونایی که توی ویتیوب اون برنامه قبلمونو دیدن که یه سری از متریال گفتم من جدا جدا میخوام خروجیشونو بگیرم. الان خروجیشون به اینجا رسوندم، چون میخوام ذوبشون رو یه جا بکنم دیگه نمیخوام، ولی حدودی دارم همین الان میگم، خودتونم بتونین حدس بزنین. این مال بورد کورنلا بود، آیس سبزا بودن. این حدودم میتونم بگم اونا 350 گرم بود، این میتونم بگم حدود نیم گرم 500 سی سی میده، 500 صد مزد. این مال چیپستا بود، 460 گرم شد. این حدودی بگم اینم 600 تا بیشتر نمیده. اینم مال اون گورد کورنلا و اون چیزای دیگه طلای آشکار داشت. این کلن جمعا اونا 700 گرم شده، 690 گرم تقریبا، یه چیزی 700 یه خونه شونه خالی میکرد، 690 700 اینجوری میشد. به این متریال خیلی خوبی بود، یه سریش خیلی خوب بود به این داده. اینم نات 700 شد میده. اینم مال اون بقیه چیزا بود، پنبه و بقیه همه اضافیاش اینا رو تو قیفمون همه رو جدا کردم. خیلی خیلی بخواد 10-20 بخواد بده. ببین اینو میگی خیلی زنده، بازم سوده، خیلی هم سوده، همین الان همینجوری که حساب بکنی خیلی متریال سوده. ولی خب ما اینو میگیم دیگه، نمیگیم این 8 گرم سود داره که، میگیم این 8 گرم طلا داره که. یارو میره زندگیشو میده به یه نفر میخواد بیاد مثلا پکیج منو بخره. من به این قیمت پکیج به کسی نمیفروشم.